ترفندهایی که آدمای باهوش استفاده میکنن. 1. اگه انگشتت خورده چوب رفت توش، یکم روغن روش بریز. چند بار بمال، بعد یه سرنگ بذار روش و دستشو بکش. اینجوری خورده چوب راحت در میاد. قاشقت اگه شکست، دورش سلفون بپیچ. بعد بندازش تو آب داغ. اینجوری دوباره درست میشه. یه سیخ یا چوب بستنی فرو کن تو بادکنک. حالا دهنه بادکنک رو بکش بذار رو دهنه بطری. این میشه در بطری. 4. اگه سیم ترمز باز شد، پایینش یه بسته کمربندی ببند، بعد همینجوری که میچرخونی بکش به سمت بیرون. بعد با فندک یکم حرارت بده تا آب شه و بچسبه به سیم ترمز. اینجوری دیگه باز نمیشه. یه طناب بنداز دور لوله آهنی. دسته انبردست رو بنداز تو حلقه طناب. اینجوری راحت میتونی لوله رو بچرخونی و بازش کنی. 7. موهای مسواک رو قیچی کن. یه تیکه اسفنج ببر، شنار اسفنج یه سوراخ کوچیک بزن. یکم چسب بزن، بعد مسواک رو فرو کن توش. این میشه یه برس ساده که خیلی صاف و یک دست رنگ میزنه. لایکی